شب ششم به هفتم فوریه سال 2024 یک اتوبوس با 68 مسافر از جمله 14 زن و 4 کودک همه شهروندان تاجیکستان در راه سفر از تاجیکستان به روسیه به علت برف و باران در نیم راه در نزدیکی دهه اوقجر در ولایت اوقتپه در شمال قزاقستان در ماندند. با چه نقصان فنی دچار شدن اتوبوس را که راننده شهروند قزاقستان بود هنوز دقیق نکردند، ولی آن کاملا از حرکت باز مانده بود. با کمک مسافران در راه در مانده کارمندان پلیس ولایت اوقتپه و حاکم جماعت اوقجر رسیده مسافران را از بین راه به یک مکان گرم انتقال دادند. اربالت سرقولوف سردار دفتر مطبوعات دپارتمنت پلیس ولایت اوقتپه گفت اتوبوس با مسافرانش در شورای سمر شمکن در مانده را شب ششم به هفتم فوریه کارمندان روتای پلیس پیراگردی ولایت اوقتپه هنگام نوبتداری پیدا کردند. معلوم شد که اتوبوسی که مسافران را از تاجیکستان به روسیه می برد به سبب نقصان فنی در نزدیکی دهه اوقجر نویه خرامتو از راه مانده است. سرخولوف همچنین گفت که کارمندان پلیس همراه رئیس جماعت اوقجر بیش از 2 ساعت را صرف کرده 68 مسافر را از اتوبوس با نیروی خود به یک کمپینگ واقع در مسافه 3 کیلومتر از جای حادثه انتقال دادند. در آنجا مسافران تاجیک را با جای گرم و خوراک گرم تامین کردند. خوشبختانه کسی از مهاجران تاجیک به یاری طبی نیاز نداشت. مقامات قزاقستان در هفته‌های آخر الکی درباره چندین مورد در سردی در نیم راه در ماندن مهاجران کره از آسیای مرکزی در راه سفر به روسیه و یا بازگشت از آن کشور خبر میدهند. به سبب گران بودن نرخ چپتای هواپیما هزاران نفر از مهاجران مجبورند که با نقلیات زمینی به مهاجرت بروند و سپس با امین رو به وطن برگردند. سفر با اتوبوس برای آنها البته ارزانتر، ولی خطر زیادی را مثل ویران شدن اتوبوس ها با هر بهانه از آنها پول کندن مقامات محلی در طول راه طولانیشان با خود به همراه دارد.